ساکت باش. فقط گوش کن. تا حالا فکر کردی چرا با اینکه میخوای پولدار بشی هیچ وقت واقعا پولدار نشدی؟ چرا با اینکه میدونی باید کاری بکنی بازم کاری نمی کنی؟ آماده ای؟ بریم. یه مردی بود، نه نابغه بود، نه پارتی داشت، نه ارثیه‌ای داشت، فقط یه چیز داشت: قانون. اون برای خودش یه قانون نوشت: زندگی من باید قانون داشته باشه. اگه خط قرمزمو رد کنم باید بهای سنگینشو بدم. باید تنبلیمو خفه کنم، نه اینکه باش کنار بیام. اون هر روز راست ساعت بیدار میشد. نه چون حال داشت، چون قانونش اجازه نمیداد جا بزنه. هر روز یه کارو تکرار میکرد. نه چون خوشش میومد، چون خودشو متعهد کرده بود. نتیجه تو کمتر از 2 سال از یه آدم معمولی شد کسی که چندین برابر درآمد یه مدیر بزرگو در می آورد. ولی این داستان فقط درباره اون نیست. اینه چیزی که هیچ کس بهمون نگفت. حتی تو کتابم نمیتونی پیدا کنی. ثروت یه مهارته، نه شانس. تو یاد نگرفتی با پول رفتار کنی. یاد نگرفتی چطوری روی خودت سرمایه گذاری کنی. تو فقط دنبال یه راه سری بودی. یه میلیونر شو در 30 روز دروغین. اما واقعیت تلخ و شیرین. تو اگه هر روز فقط 2 ساعت روی یادگیری، نظم و ساختن سیستم درآمدت وقت بذاری، تو کمتر از 2 سال خودتو از 0 میتونی بکشی بالا. اما فقط یه شرط داره: زندگی تو قانون گذاری کن. جوری که اگه از قانونت رد شی انگار به خودت خیانت کردی. آره، اینجوریه که تنبلیت خفه میشه. و وقتی این اتفاق بیفته دیگه هیچ کس جلو تو رو نمیتونه بگیره. حالا یه سوال: چرا ما اینا رو هیچ وقت نفهمیدیم؟ چرا کسی بهمون نگفت که رمز ثروت توی پایبندی به قانون خودمونه؟ شاید چون اونا نمیخواستن ما بیدار شیم. ولی حالا تو بیدار شدی. الان نوبت توئه.